امروز دخترای افغانستان اینقدر صدایشان بند هست که حتی نمیتونن مکتب برن، بدون یک مکتب نمیتونن از این تا سرک برن. یعنی به امید افغانستان آمده بودم، مگم بر من مقام فقط مقام فیزیکی نیستی که تانستم با او جنگ درونی که داشتم با او رو برشم، با او تابوهایی که مثلا یک زن افغان چالش هایی که تیر میکنه.